خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک، زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. فصل هفتم، دوشنبه، مسکو. حیات علمی، ادبی و فرهنگی ما با روسیه، مخصوصا با پایتخت عمومی اتحاد شوروی مسکو، سخت مربوط بود. رونق و رواج و زمینه اقتصادی علم و مدنیتمان را به مدد مقامات دخلدار مسکو تصور کردن محال بود. اینستیتوت‌های علمی اکادمیا، خصوصا اینستیتوت‌های تکنیکی و بیولوژی و طبی، فقط با تجهیزات لابراتواری و اسباب گوناگون تجربوی گرانبها و نادر که به مبلغ‌های کلان از مسکو می آمد کار می بردند. با همین قیاس اتفاق نویسندگان تاجیکستان از اداره مالی اتحادیه نویسندگان SSSR لیتفاند، فاند ادبی، برای رفع احتیاجات اداری و شخصی نویسندگان هر سال مبلغ‌های زیاد می گرفت. چنانچه برای معالجه نویسندگان در بیمارستان حکومت جمهوری، لیتفاند هر سال زیاده از 10,000 سوم به صورت حساب بیمارستان انتقال می نمود. نویسندگان تاجیک در آسایشگاه و خانه‌های ایجادی لیتفاند خودشان و با عائله‌شان استراحت و کار می کردند. برای نویسندگان ارزش راه خط تخفیف داشت و علاوه بر این قسمی از خراجات راه نیز از طرف لیتفاند پرداخت می شد. به نویسندگان برای سفرهای ایجادی پول جدا می شد که نسبت به پول سفرهای خدمتی اداره ها و مؤسسه های علمی زیادتر بود. به نویسنده های احتیاجمند کمک های گوناگون می رسید. ادیبان برای ورقه های روزهای بیماری از روی نرخ های بلند لیتفاند پول می گرفتند. نشریه های اتفاق نویسندگان SSSR، مجله های ادبی آن اثرهای بهترین نویسندگان تاجیک را به زبان روسی گردانده چاپ می نمودند. این عمل نیک از یک طرف جهت مادی نویسندگان را بهتر می ساخت، از طرف دیگر در تبلیغ و انتشار آثار ادبیات معاصر تاجیک عامل مهمی بود. عموماً به واسطه زبان روسی اثرهای کلانی چنین نویسندگان مثل عینی، لاهوتی، ترسونزاده، جلال اکرامی به زبانهای خلقهای SSSR و به زبانهای کشورهای خارجی به چاپ رسید. در انتشار و تبلیغ آثار کلاسیکان تاجیک و فارس به زبان روسی و به توسط روسی به زبانهای خارجی ترجمه شدن این آثار نیز کمک مسکو اهمیت کلان داشت. کتاب‌های ادیبان کلاسیک تاجیک با تیراژهای کلان، با تزیین و آرایش زیبا در نشریه‌های مسکو چاپ می‌شدند و در بین خوانندگان روس و ملت‌های دیگر شهرت و محبوبیت خاصه پیدا می‌کردند. رابطه‌های ادبی تاجیکستان با مسکو، مخصوصاً بعد از سالهای جنگ، در آخر سالهای 40 عصر گذشته توسعه پیدا کرد. در این کار خیر و مهم خدمت میرزا ترسونزاده و جانبداری بابا جان غفوروف به صفت کاتب اول حزب جمهوری نقش بزرگ تاریخی داشت. ترسونزاده مترجمان زبردست و جوانان روس را به ترجمه آثار ادبیات تاجیک جلب نمود. در نتیجه در مسکو گروهی استوار و مکتب ناموری ترجمان‌های اثرهای ادبیات تاجیک تشکل یافت. میرزا ترسونزاده با نفوذ و خصلت‌های صمیمانه آدمیتش منقدان و ادبیات شناسان روس را به آموزش و تبلیغ ادبیات تاجیک ترغیب و تشویق نمود. شاعر و نویسنده و منقد و ادبیات شناسان جوان را به کمیسیه‌های ایجادی و اتحادیه‌های مختلف ادبی مسکو شامل می‌کرد. به این واسطه رابطه‌های شخصی ادیبان روس و تاجیک گسترش و استحکام می‌یافت. دانش و تجربه ادیبان تاجیک مکمل می‌گشت.
ترسونزاده نمایندگان ادبیات تاجیک را از جمله جوانان را به جشن و جشنواره‌های ادبی و انجمن‌های جمهوری‌های ملی می‌فرستاد تا که رابطه و همکاری‌های ادیبان ما با ادبیات‌های گوناگون زبان شوروی تحکیم یابد. این تدبیرهای خردمندانه شخصاً ترسونزاده و عموماً فعالیت اتفاق نویسندگان ما رونق و رواج ادبیات تاجیک و شهرت و معروفیت آن را می‌افزود. طبیعی است که از این جریان عمومی ادبی من هم بی بهره نبودم. در رابطه‌های ایجادی ادبیات تاجیک و روس و خلق‌های جمهوری‌های ملی فعالانه اشتراک می‌کردم. با سپارش اتفاق نویسندگان تاجیکستان یا با دعوت مسکو و اتفاق‌های نویسندگان جمهوری‌های برادری در جشن‌های ادیبان تجلیل یادبود نویسندگان معاصر و کلاسیکان شرکت داشتم. از سال 1972 20 سال عضو شورای تنقید و ادبیات شناسی اتحادیه نویسندگان SSSR بودم. شورای مذکور پس از قرار حزب کمونیستی شوروی در اول سال 1972 راجع به رواج تنقید ادبی تشکیل شده و در ساختار اتحادیه نویسندگان مقام معتبر داشت. مجلس اولین شورا ماه اپریل سال 1972 دعوت شد و از جمهوری ما شرف شرکت در این همایش نصیب من گردید. 27 اپریل در مقیاس کشور شوروی 100 سالگی تولد مکسیم گورکی تجلیل گردید. به این مناسبت در قصر کرملی، آن وقت قصر کرملی انجمنها نام داشت، مجلس محتشم با اشتراک اعضای بیورای سیاسی حزب کمونیستی با سروری لیونید برژنف برگزار گردید. اعتبار شورای تنقید به درجه بود که شرکت کنندگان مجلس اولین به شب تنتنوی دعوت شدند. روز دیگر در کرمل به شرف یادبود گورکی کمیته مرکزی حزب و حکومت شوروی ضیافت متنتنی دادند. به این ضیافت در قطار شخصان عالی مقام دولتی و حزبی ما شرکت کنندگان مجلس شورای تنقید هم دعوت شده بودیم. رئیس شورای تنقید ویتالی میخایلویچ آزیروف بود. شخص پردان و ناطق زبردستی بود که سالها وظیفه معاون سردبیر روزنامه آوازدار لیتراتورن گازت و سردبیر مجله با نفوذ ادبیات شناسی روس را ایفا می نمود. از سال 1967 به حیث یکی از دبیران اتحادیه نویسندگان شوروی ساحه ادبیات شناسی و تنقید ادبی را سروری می نمود. آزیروف چون خادم ادبی حزبی در نظر سران حکومتی و حزب شوروی آبروی کلان داشت. در مدت 20 سال راهبری آزیروف شورای مذکور به سازمان نظریوی و راهنمای افکار تنقید ادبی تبدیل یافت. آزیروف با وجود مقام و اعتبار بلندش شخص خاکسار، مهربان و غمخوار بود. به این جانب هم حسن توجه داشت و در مسئله های تنقید ادبی تاجیک فکر و ملاحظه های بنده را به اعتبار می گرفت. اتفاق نویسندگان SSSR راجع به مسئله های ایجادی و تشکیلی هر جمهوری شورا داشت. این شوراها رئیس افتخاری و کاتب مسئول داشتند. کاتبان مسئول در اداره مرکزی اتفاق به حیث مشاوران دائمی ادبیات‌های ملی وظیفه داشتند و همه روزه در جای کار خود حاضر بودند. این اشخاص در تشکیل تمام کارهای ایجادی و رابطه‌های ادبی مسکو با جمهوری‌های ملی مسئول و مأمور بودند. رئیس شورای ادبیات تاجیک چند مدت شادروان سیمیون لیپکین و بعدتر براگینسکی بودند. کاتب مسئول شورا و مشاور ادبیات تاجیک از سال 1956 تا امروز دوست و برادرم شوکت نیازی می باشد. مترجمان و متخصصان روس که با تاریخ و حیات معاصر ادبیات تاجیک مشغول بودند، با حیات جمهوری و جریان ادبی نغز آشنا بودند و جمهوری زود سفر می کردند
با ادیبان و خادمان علم و فرهنگ ما دوستی و برادری داشتند. یکی از دوستان دیرین و نزدیک ادبیات تاجیک و ادیبان تاجیک، دوستدار و دانشمند ادبیات تاجیک، رفیق و برادر میرزا ترسونزاده، شاعر و ترجمان مشهور روس سیمیون اسرائیلویچ لیپکین 1911-2002 بود. لیپکین از زمره شاعران سالهای اول سوم عصر گذشته ادبیات روس بود که در حیات ادبی آن دور نقش بارز داشتند. لیپکین سال 1934 با ترغیب مکسیم گورکی به کشور قفقاز برای به روسی ترجمه کردن شاعران محلی می رود. شعرهای شاعر نامبردار آن سالهای داغستان سلیمان ستل را ترجمه می کند. بعد از این نه تنها شهرت سلیمان ستل انتشار می یابد، بلکه لیپکین نیز چنین مترجمی چیره‌دست شناخته می شود. لیپکین با اکثر شاعران نمایان سالهای سوم روس آشنا بود و شاهد مبارزه‌های مفکوروی ادبیات آن سالها بود. دست پرقدرت استالین و حزب کمونیستی تا چه اندازه ادبیات و ادیبان را در زیر حاکمیت مفکوروی کمونیستی نگاه می داشت، همه را خود دیده و شنیده بود. تابستان سال 1966 در خانه ایجادی یلتا کار و استراحت می کردم. سیمیون لیپکین نیز در همین جا بود. بیشتر ساعتهای فراغت از کار هر دو در ساحل بحر در شناوری و هواخوری همراه بودیم. صحبتهای دلنشین و دوستانه داشتیم. در ضمن صحبت لیپکین گاه از محیط ادبی سالهای سوم و لحظه های ملاقاتش با شاعران آن دور نقلهای جالب می کرد. گفتن ممکن بود که وی تاریخ زنده آن سالهای پرتشویش بود و مرا به آرامی و خردمندی با صحیفه های تاریخ آشنا می کرد. لیپکین از اول سالهای 50 بیشتر به ترجمه آثار کلاسیکان ادبیات تاجیک و فارس مشغول شد. عادتاً اکثر مترجمان شعر فارسی و تاجیکی را از روی ترجمه های تحت اللفظی متخصصان ادبیات فارسی به قالب شعر روسی می در آوردند. لیپکین با چنین طرز ترجمه محدود نشد. وی از براگینسکی درس زبان فارسی گرفت و این زبان را در سطح خواندن و فهمیدن آثار منظوم از خود کرد. به این واسطه لیپکین در تفاوت از مترجمان دیگر به اصل طبیعت شعر فارسی راه یافت. لیپکین دوستی نزدیک و ترجمان اساسی شعرهای ترسونزاده بود، اما شعر کلاسیکی فارسی میدان دوست داشته ترجمانی وی بود. در یکی از صحبتها دقت لیپکین را به شعر انوری جلب کردم. گفتم که اگر ما این شاعر را به روسی برگردانیم، نه تنها برای خواننده روس بلکه به خواننده دایره وسیع ملت‌ها صحیفه نوی شعر فارسی گشاده می شود. لیپکین به ترجمه انوری شوقمند شد. به وی نمونه چند شعر انوری را در ترجمه خودم فرستادم. به واسطه مکاتبه نقشه های آینده کار را معین کردیم. اما اینجا واقعی رخ داد و این کار ما در آغازش قطع گردید. مختصر واقعه این است: در اولی سالهای 80 قریب 20 تن شاعران آزاد فکر مجموعه شعرهای خود را انتشار می کنند درباره آزادی افکار و سخن در اتحاد شوروی. در این مجموعه چند شعر لیپکین هم مندرج بود. مدت نگذشته تعقیب و تحریم‌های صاحبان مجموعه آغاز شد. چند نفری با به اصطلاح توبه از خشم و غضب نجات می‌یابند. گروهی دیگر از عقیده خود واپس نمی‌گردند و آنها را از عضویت اتحاد نویسندگان خارج می‌کنند. لیپکین را هم از عضویت محروم می‌کنند. از این بعد نام او از صفحه‌های کتاب سترده می‌شود. نشر شعر و ترجمه‌های او ممنوع می‌گردد. او را از ریاست شورای ادبیات تاجیک سبکدوش می‌کنند. حتی از انسیکلوپدی تاجیک نام لیپکین بیرون می‌ماند.
هنگامی که کتاب شعری رودکی و هم اسران او را برای چاپ تیار می کردم، مرا مجبور کردند که ترجمه های خیلی خوبی لیپکین را ساقط نموده ترجمه های نوی نچندان عالی اشعاری مجموعه را به طبع رسانم. لیپکین از نظر اهل ادب دور شد. خانه نشین بود. در سفرهای مسکو او را نمی دیدم. ماه ینور 1989 در پریدلکینا استراحت می کردم. بعد از 8 سال لیپکین را بار اول اینجا دیدم. 2-3 سال پیش در اثر سیاست گورباچوف لیپکین از به اصطلاح گناه ها تازه شده بود. هرچند از 80 گذشته بود، اما مثل پیش بردم، آرام، خوش صحبت بود. در ساعتهای فراغت صحبت داشتیم. از به اصطلاح بلایی به سرش آمده حرفی نمیزد. بیشتر در باره شعر فارسی و شاعران فارس و تاجیک فکر و عقیده هایش را می گفت. باری درباره فردوسی سخن آغاز کرد. گفت که در وقت ترجمه داستانی بهرام چوبینه بازیافت های عجیبی کرده بودم. چنانچه بعضی از تشبیهات عجیب شاعران و ادیبان روس و اروپا که دیرتر زیستند در شعر فردوسی دیده می شود. در یک شعر شاعر ابتدای قرن 20 توصیفی برف آسمانی رنگ بود. ناقدان شعر گفتند که برف آسمانی رنگ نمی شود. برای قضاوت و مصوری مشهور روس رپین روی آوردند. پرسیدند رنگ برف چگونه می شود؟ گفته است آسمانی رنگ. توصیف آسمانی رنگ نسبت به برف 1000 سال پیش در شعر فردوسی کاربرد شده است و به چشم لیپکین رسیده است. در مکبت شکسپیر سرلشکر شاهی مذکور دونخان از بیشه می رفت که جادوگر زن پیشگویی می کند که زود باشد و به تخت شاهی صاحب می شود. چون این واقعه را فردوسی 500 سال پیش از شکسپیر تصویر نموده است. روزی بهرام چوبینه در بیشه‌زاری بود که جادوگر زنی از پیش او برآمده می گوید که زود باشد که وی تخت شاهنشاهی را صاحب خواهد شد. سال 1990 با لیپکین باز در پریدلکینا ملاقات داشتم. اکنون او خیلی آزاد و مالامال از نقشه های ایجادی بود. درباره تعقیبات مقامات KGB حکایت می کرد، با استهزا و طنز حکایت می کرد. هرچند تعقیب و تحریم ها او را خسته کرده بود، روحش قوی بود. با استهزا نقل کرد که چطور خادمان KGB پنهانی به کوارتیر وی راه یافته کاغذ و کتابهایش را کافت و کاو کردند. این ملاقات آخرینم با لیپکین بود. شنیدم که ماه اپریل سال 2003 در سن 92 سالگی درگذشته است. در ترجمه نظم تاجیک، مخصوصاً آثار شاعران کلاسیک، خدمت ولادیمیر درجاوین نیز کلام بود. با وی ملاقات کمتر واقع شده بود. در وقت تهیه نمودن مجموعه رباعی های کلاسیکانمان با درجاوین مکاتبه و همکاری داشتم. اما دیری نگذشته فوت کرد و بعضی نقشه های ما با وی عملی نگشت. می گفتند شاعری خوب و ترجمان چیره دست بود. میخواره گذران نیز بود که آخر به این علت جسمش خراب گشت. ترجمان دیگری فعال در ترجمه اشعار شاعران تاجیک یاکوف کازلوفسکی بود. کازلوفسکی نسبت به لیپکین و درجاوین جوانتر بود. وی دوستی نزدیکترین و ترجمان همیشگی شاعر شهیر رسول غمزاتوف بود. با شوکت نیازی دوست بود و به ترغیب وی به ترجمه شاعران معاصر تاجیک نیز روی آورد. سالهای 70 یک سلسله شعرهای لیریکی ترسونزاده را ترجمه کرد و ترجمهش خوب هم بود. با کازلوفسکی به توسط شوکت نیازی شناس شده با هم الفت شدیم. برای گوناگون رنگی خواستم کازلوفسکی را به ترجمه کلاسیکان تاجیک جلب نمایم. پیشنهاد کردم که رباعی‌های بیدل را به روسی برگرداند. درباره بیدل و سبک خاصه وی حکایت کردم. خیلی شوق پیدا کرد و قریب 200 رباعی بیدل را در ترجمه تحت اللفظی خود به وی فرستادم. شعر کلاسیکی و بالخاصه سبک بیدل
برای او تازه و مشکل بود که ترجمه را خیلی به تأخیر انداخت. چند مهلت و وعده ها گذشتند و آخر به وی نامه گله آمیز نوشتم. کازلوفسکی به وعده قطعی در اجرای کار نامه ارسال داشت و در پایان آن به مضمون عذرخواهی شعر شوخی آمیز نیز الحاق نموده بود. آن شعر این است: Я слышу гнева гул за вежливостью фраз и говорю, Расул, вы правы 1000 раз. Повинной головы не снес бы я, но вы, великодушней всех, мне отпускали грех. Я сам себя корю, а вас благодарю, и вам даю зарок закончить дело в срок. 31-10-80. ترجمه‌اش: در عباره‌های خوشایند عکس صدای خشم میشنوم و میگویم که رسول، شما هزاران بار حقید. من با این سری پرگناه قامت راست کرده نمیتوانستم، ولی شما به عالی همتی از گناه من گذشت کرده اید. خودم را 100 بار ملامت میکنم و به شما تشکر میگویم و قول میدهم که کار را در مهلتش تمام خواهم کرد. سال 1978 در انتشارات ساوپیس مجموعه اولین قصه و حکایه هایم به چاپ رسید. اینجا درامای مزدک نیز شامل بود. ترجمان آن مترجم نسبتاً جوان گیورگی اشکنادزه بود. اشکنادزه چند سال در مجله آزیا ای آفریقا سیودنیا تحت سرپرستی باباجان غفوروف کار میکرد. غفوروف او را چند بار به تاجیکستان برای آشنایی با جمهوری و آماده نمودن مواد نشریه فرستاده بود. ما با هم در همین جا آشنا شدیم. جوانی خیلی خوش تواضع و نیکو خصال بود. شعر روسی را نغز می‌دانست و با یاری دوستان تاجیکش چند شعر شاعران معاصر را به روسی برگرداند. خواهش نمود که او را به ترجمه اشعار کلاسیکان تاجیک وارد سازم. در حین تهیه مجموعه روسی حکایه هایم برای مسکو ضرورت پیدا کردن ترجمان مزدک به میان آمد. مزدک به زبان و اسلوب در سلیقه نثر کلاسیکی و آهنگ شعر انشا شده بود. ترجمه آن به سبک عادی نثر روسی اسلوب خاصه زبان اثر را گم می کرد. در این خصوص با اشکنادزه مشورت کردم. گفت که این اثر را به شعر آزاد روسی ترجمه کردن لازم است و اگر به او باور کنم می تواند این کار را انجام دهد. ترجمه اشکنادزه از جانب مترجمان کسبی خوب پذیرفته شد. سپس اشکنادزه با توصیه و پیشنهاد این جانب به ترجمه اشعار کلاسیکان شروع کرد و ترجمه های وی در مجموعه های مختلف به چاپ رسید. اشکنادزه در زندگی شخصیش چندان توفیق نداشت. مادرش که یگانه پرستار و غمخوار وی بود فوت کرد. معاشقه و ازدواجش با دختری ترکمن به عاقبت نامطلوب آورد. همه این به کارهای ادبیش خلل کلی آورد. بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی شنیدم که به اسرائیل رفته، همانجا در اثر سکته دل درگذشته است. خیلی غمگین و متاسف شدم. یادش به خیر باد. ترجمان دیگری که سالهای 80 و 90 عصر گذشته با وی همکاری و دوستی داشتم تاتیانا استرشنیوا بود. دیرتر عائله من نیز با وی دوستی قرین شد و سالها به مهمانی همدیگر رفت و آی داشتیم. تاتیانا استرشنیوا ختم کننده انستیتوت ادبی اتفاق نویسندگان SSSR بود و از انشای شعرهای روسی آغاز فعالیت ادبی نموده بود. بعدتر با شاعران آذربایجانی دوستی و همکاری داشت. کلاسیکان آذربایجانی را به روسی برمیگرداند. سالهای آخر با سفارش حکومت این جمهوری چند داستان نظامی را به روسی ترجمه کرده بود. شناسایی غایبانه با استرشنیوا به واسطه تورسونزاده واقع گشته بود.
ایشان مجموعه روسی شعرهای منتخب زیب‌النسا را در دستنویس به این جانب داده خواهش نمود که با اصل مقایسه نموده تصحیح کنم و اگر به چاپ توصیه شود به کتاب سرسخن نویسم. ایشان معرفی نمود که مترجم همسر شاعر شهیر روس یاراسلاو سملیکوف است و در ترجمه شعر کلاسیکی فارسی سابقه هم دارد. بعد از تصحیح و توصیه من کتاب چاپ شد و استرشنیو نامه منتپذیرانه به من نوشت. در اول سال 80 عصر گذشته خواستم منتخبات غزلیات و حکایت‌های مثنوی جلال الدین رومی را به زبان روسی انتشار نمایم. لیپکین در این سالها در تعقیب و تحریم بود. از ترجمان‌های پرتجربه در شعر فارسی استرشنیو بود که شعر رومی را می توانستم با باور به وی بسپارم. او را به این کار دعوت نمودم. با کمال خرسندی راضی شد. ترجمه تحت اللفظ مجموعه را فریدون پسرم تحت نظرم تهیه نمود. استرشنیو با شاگردش دمیتری وینوگرادوف در 2 سال ترجمه را انجام داد. نشریات ادیب کتاب را در 40,000 نسخه انتشار نمود. کتاب در به قول معروف یک میجه زدن به فروش رفت. در وقت تهیه مجموعه رودکی اپایت یوا ورمنی نشر ترجمه های لیپکین ممنوع بود. در اینجا هم استرشنیو مشکل ما را آسان کرد و ترجمه شعرهای رودکی را نو ساخت و ما توانستیم کتاب را با صفت خوب در وقتش به چاپ رسانیم. تاتیانا استرشنیو زنی دانا، خوش زبان، در صحبت ظریف و لطیف و در دوستی انیس و شفیق بود. در دوشنبه به جز ما دوگانه و شناسهای بسیاری داشت که هر بار آمدن او را به جان انتظاری می کشیدند. خودش هم در مهمان پذیرایی به همتا بود. پزنده خوب، میزبان کشاده دست و کشاده روی بود. ریندانه می نشستیم و شاعرانه صحبت می آراستیم. آوازی وی، چهره همیشه خندان و جاذبش پیش نظری ما زوجه‌ام و فرزندانم جلوگر است. استرشنیو در زندگی گفتن ممکن است کمبودی نداشت. در پریدلکین در کاتج معمور و پرشکوهی شوهر مرحومش میزیست. راننده‌اش همیشه در خدمت وی بود. تشویش و غم یگانه‌اش پسری ناقابلش الکسی بود. جوانی پردان و خوش آداب علت میخوارگی داشت. استرشنیو 1000 چاره و تدبیر میاندیشید که او را به مشغولیت‌های ادبی جلب کند، اما سعی و کوشش مادری بیچاره بر عبث بود. آخر کار پسر از سکته دل در اثر عرقخوری ناگهان فوتید. مرگ فرزند غم و غصه بی‌درمان بود برای مادر. بعد از این استرشنیو هرچند وانمود میکرد خسته و پژمرده گردید. در سفری سال 1985 به دوشنبه چند روز در بیمارستان مریض خوابید و ناگهان خلاف چشم داشت و پیشگویی دکتران وفات کرد. جسدش را به مسکو برده به خاک سپردند. دوستان در حزن و یأس وفات وی دلسوخته و سینه پرخون ماندند.